زیرا رو کلا از موج، از زانو، سر پا، سر رو همه رو دوره کنیم. بعد اونایی که نبودن یا اونایی که ایراد داشتن رو برطرف کنیم. گارد وایسا. زمانی که گارد موافقی میخوایم از مقابل زیر از مچ بگیریم، به این حالت میگیریم، به این شکل دو دستی، دست غیر گارد پایین، دست گارد بالا، شونه اهرم به ساق پا با کشیدن دست و ضربه شونه هر دو میندازیم. این شد زیر از مچ در گارد موافق. تو همین میتونیم از بغل هم بگیریم، به این شکل سر بیرون، یعنی هم بیرون، به این شکل این حالت. اینجا یا بلند میشیم یا پای مقابل رو میگیریم میندازیم. کارهای دیگه زیاد داریم اینجا. یا اگه مخالف بود از پای مخالف خواستیم بگیریم، از مقابل به این شکل دوباره پای گارد حرکت، دست غیر گارد زیر، دست گارد بالا، ساق شرشونه، ساق اهرم، ساق پا با کشیدن پا و شونه حریف رو بیندازیم. همین رو از بغل بخوایم بریم، حرکت میکنیم سمت بغل. این حالت باز دوباره با پای گارد حرکت، زانوی پای گارد میکنیم پشت پای حریف به این شکل، خدا میکشم پشت حریف، این سرعت میرم. این شد زیر از مچ در گارد مخالف از بغل. حال میخوام دوخم برم سر بیرون، دوخم سر بیرون در گارد موافق به این شکل، مخالف اگه جفت گارد بود زیر چپو میرم به این شکل. اینم دوخمات. بعد میرسیم زیر زانو زده از زانوی حریف، قسمت زانو به این شکل حرکت پای گارد بین دو پای حریف زانو میزنیم زیر مرکز سر بدن، پای غیر گارد ستون میشیم. این حالت از جایی که تا میشه زانو خم میشه، دو دست رو قفل میکنیم، بین رون حریف و سینه هیچ فاصله نیست، گوشه پیشونی را اهرم میکنیم دندای حریف، به این شکل محکم میگیریم. این شد زیر زانو زده موافق سر بیرون. اینو میتونیم از بغل هم باز دوباره بگیریم به این شکل. نگاه کن، به این شکل پای مخالف رو بذار، مخالف هم به این شکل، زانو میخوره بغل پای حریف به این شکل، پای غیر گارد